صدای باریش سسی رو میشنوید. من حسین علی محمدی هستم، همراه شما در این مسیر. خب بریم سراغ منابعی که برامون فرستادید. امروز قراره که یه نگاه کاملا جدید به کلمه چیله بندازیم. همه ما خب شب چله رو میشناسیم و همیشه فکر میکنیم به خاطر شروع یک دوره 40 روزه بهش میگن چله. اما منبعی که از استاد ناصر منظوری داریم کل این تصور رایج رو زیر سوال میبره. ایده اصلی اینه که چیله اصلا ربطی به عدد 40 نداره، بلکه یعنی نهایت کشیدگی یا نقطه اوج. دقیقاً. و نکته جذابش اینجاست که این تحلیل ریشه واژه رو توی زبان ترکی جستجو میکنه. ببینید در زبان ترکی کلمه یای 2 معنی خیلی جالب داره. یکی کمان و یکی هم تابستان. صبر کنید ببینم. یای یعنی هم کمان را هم تابستان، این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ اینجاست که استعاره فوق‌العاده‌اش معلوم میشه. خود کلمه چیله هم به زه کمان گفته میشه. حالا تصور کنید وقتی یک کماندار زه کمان یعنی همون چیله رو تا آخرین حد ممکن میکشه، اون لحظه کمان به اوج قدرت و کشیدگی خودش میرسه. درسته؟ آها، درست قبل از پرتاب تیر، اون نهایت تنش. دقیقاً. اون لحظه اوج همون چیله است. حالا این استعاره رو بیاریم توی طبیعت. یا یعنی چیلسی یا چله تابستان. یعنی چی؟ یعنی نقطه اوج گرما. اون روزی که تابستان به نهایت قدرت خودش رسیده. جلال خالق. پس قشین چیلسی یا چله زمستان هم یعنی اوج و نهایت سرما؟ بر همینه که شب چله یا چیله گجسی طولانی ترین شبه، چون شب به نهایت کشیدگی و بلندای خودش رسیده. بله، طبق این منبع اصل معنا همینه. ارتباطش با عدد 40 یه جورایی یک تصور عامیانه است که بعدم به خاطر شباهت آوایی به وجود اومده. این استعاره کمان واقعا قدرتمنده، ولی خب این ریشه یابی فقط توی زبان ترکیه، چون یادمه توی منبع یه چیز عجیب ترم بود، یه ارتباطی با یه کلمه انگلیسی. درسته، اینجا بحث خیلی جالب تر هم میشه. منبع چیله رو با واژه انگلیسی کلایمکس هم ریشه میدونه. واقعا؟ کلایمکس که یعنی نقطه اوج. بله. ظاهراً هر دو از یک ریشه خیلی قدیمی هندو-اروپایی به اسم کلیبیان که به معنی تکیه دادن یا لم دادن هست. این کاملاً با تصویر تکیه دادن ته تیر به زه کمان قبل از کشیدن جور در میاد. این دیگه فوق‌العاده است، ولی این یه نظریه قطعیه یا بیشتر یه احتمال قویه؟ سوال خوبیه. منبع این رو به عنوان یک تحلیل ریشه شناخته قوی مطرح میکنه و برای اینکه نشون بده تصادفی نیست به یک سیستم واژگانی اشاره میکنه. مثلا فعل چیلمک در ترکی به معنی زدن ضربه سریع و پرتابی هست. آها، مثل بازی چیلینگاج که ما بهش میگیم الک دولک. یادم اونجا هم برای زدن چوب از همین فعل استفاده میکردن. دقیقاً. اونجا هم ضربه نهایی و پرتاب مفهوم اصلیه. یا مثلا کلمه شیله در نظر بگیرید، یعنی یک سیلی محکم و آبدار. یا گوله که یعنی گلوله. همشون یه جور انرژی متمرکز شده و ناگهانی رو دارن، مثل رها شدن زه کمان. درسته. این نشون میده ما با یک قاعده و سیستم طرفیم، نه یک استثناء. حتی یه بایاتی و دوبیتی فولکلوریز هم هست که میگه آی چیله چیله غار داشت، آتین غمچیله غار داشت. که اینجا چیله کنار غمچیله یعنی شلاق بزن اومده و باز هم مفهوم ضربه و حرکت رو تداعی میکنه. پس ما یک استعاره مرکزی داریم، ریشه مشترک احتمالی با زبانهای دیگه و یک الگو در خود زبان. خب پس با این حساب عدد 40 واقعا از کجا اومده؟ منبع دقیق به همین احتمال اشاره میکنه که چون چیله از نظر آوایی به 40 نزدیک بوده، به مرور مردم این دوتا رو یکی گرفتن و برای توجیهش داستان 2 چله 40 روزه، یعنی چله بزرگ و چله کوچیک، ساخته شده. در واقع اصل داستان که نهایت کشیدگی بوده، زیر سایه یک عدد پنهان شده. خب با این نگاه جدید کل داستان شب یلدا و چله یه معنی عمیق‌تر و شاعرانه‌تر پیدا میکنه و این آدم رو به فکر میندازه.
چه کلمه‌ها یا سنت‌های دیگه‌ای توی زندگی روزمره ما هست که داریم با یک معنی ساده از کنارشون رد میشیم، در حالی که یک داستان خیلی قدیمی‌تر و عمیق‌تر پشتشون پنهان شده. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سوسی رو به گوش دوستانتان برسانید. باریش سوسی سیزن 3 سینیز.